میترسیونه ایمان داری رحمان میترسی نه زدگیشی همین من که تریش دی زدگیم رحمان فا قطی اویلش قطی عزیز مو قطی شریف مو قطی گفتی گپو علولک بلولک خشتک سری تنورک میخچه پرک تخچه پرک قطی قیلی اسب قطی کلیاپاترا پول نیرو زدگیشونو دیدی انا شد همین سوال به یک تا جواب تمام همین مشتو صبر که سوال که بله سوال به جواب ته که همین اولش برو اول برو مدگی اتکاب شما به یک سوال دادم این نماز یک چیز به ما نکه من تو سوال دادم یک جواب ده مردک باشی رود کبرو این رنگ من مردک تو مردک باشی میترسیونه مرد الله ترسی تو کی جواب نمیتیم تو مردک تو مرغی فهمیدی تو مرغی تو الله نمیترسی تو مرغی فهمیدی شکمدم تو الله نمیترسی تو ایکو تو بای حرامی ها همه ایکو همین خیلی روحی حقارت نکنم ایکو گوش که یا سوال به همه برادر سعدالله شیر نره برادر سعدالله شیر نره میرم روم که ابرم شیر نره شیر نره نگاه که 15 کیلو شیر نره گوش که همین کی پیشوای میل یعنی کی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و پیشوای ملت یعنی هر دشه کدومش بیشتر دوست می‌داری اون دفعه ما همین سوال دادی هر دشم دوست می‌دارم تو وقت جوابم نگوی هر دشم دوست می‌دارم هر دشم دوست یک تاشا دوست بدو نه میگم هر دشم دوست می‌دارم نه بگم که همین یا محمد دوست می‌داری یا پیشوای ملت کدومش دوست می‌داری محمد هم دوست محمد صلی الله علیه و سلام دوست می‌دارم پیشوای ملت هم دوست می‌دارم هر که نمی‌شود دتشا من میشم میگم همین تو دو زن داشته باشه هر شی خیلی دوست داشته میتونی این اسلام ده هر باید یک خیلی دوست داری کو داشنا صدقه‌ش یک خیلی نوبت کنی یک خیلی میدونی که اسلام دوست داشتن نیست او دوست داشتن نیست وان میگه که اگر شما حریص هم باشی لن تعدیلو عدل نمیکنی سوال تو پیامبر خطی پیشوای ملت دوست دارید یا خیلی دوست میدارم هر چند دوست میدارم یعنی که بگن که یک تاش دوست بدار پس پیشو نه یک تاش نه هر چند دوست میدارم نه یک شب گن اختیار که نه ما یک چه اختیارم دو تاشم دوست میدارم برای که وای خداوند داده هوای نه منصب خداوند داده پیشوای معظم ملت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خداوند گوش که مدرسه تونکاگی گوش که بس گوش خیرم چه تمام گفتم گیره همین وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از عمر میپرسه که من دوست می‌داری یا اینکه یعنی در دوست داشتن از خودش سوال میکنه میگه خب اول خودم دوست می‌دارم بعد ترا رسول اکرم جواب میگه که خطانه من اگر در نزد تو از زنت مولت نفست همت بالاتر نباشم پس تو ایمان نداری یعنی پس تو به ایمان با دست خودت فهمیده است پیامبر برابری کسی دوست داشتن پس دلالت به ایمانیت میکنه میفهمی اون طریق گپ نزن به ایمان خودته او پیشوای ملت خداوند دادن من بستاخی تو پای گوش کن من پیامبر از زنم فرزندم پدرم مادرم مولم جانم نفسم بیشتر دوستش میدارم اگر دوستش ندارم من ایمان ندارم حضرت عمر پس از این گشت گفت که من از تمام چیزهای محمد صلی الله علیه و سلم تو را بیشتر دوست می‌دارم بعد گفت نه ایمانت کامل شد درست یعنی تو من چی گفته که به ایمانی یعنی رحمان فا برابر پیامبر دوست داشتن دلالت بر به ایمانیت میکنه که پیامبر برابر با دوست داشتن به هیچ چیزی از مخلوقات این دنیا نمیتونه برابر شده فهمیدی پس تجدید که تو اینکی غلط نکنی رحمان تو را بیش نمیره رحمان میره و سقر یا هاویه تو پیامبر پروردگار بدون ویدیو میرا نمیدونی چه عجب پیشکی میگی من عاش فی شیء کفر گرزه تو بس کفر اسلام یا طرف رحمان فا بیشتر دوست داره پیامبر
هر دوشم دوست میدارم. یعنی باب ایمان میمریم کرد روزی یا به ایمان هم میمارم. این پیشوای دستگیروش بین این یتیما را این یتیم رحمان فدوس میداره. برای همون منش ما یک قسم نهضتگیش بتیم کو بوکی زنم الله هم دوست میداری که پیشوا را در اسلام زن سه طلاقه بیا مادر در خدمت که مادر در خدمت که حتی اینه میره چی بگیم یعنی که رحمان فعی خدا بیشتر دوست میداره سلیمان دولت و این آنمای توپای تو موندگی ایو را سخت تو علماتی لزبه تو بیو تو من برای چی برو اومدم این همین میدان سیاست برای مسجدم برو اومدم برای اکم برای زمینم برو اومدم برای مادرت خدمت که مادر ده زور گریه میکنه مادرت میگه که بچم این باید در رسوندم باید تو حوزی من خدمت میکنی تینه اینجا گشتی خطی رو خوشیده بیا خدمت مادر تا که آخه چون مادر خور زور اینجا ده بیا خدمت شکی همین داده جهات های همین داده دولت های چکو میکنی من حکمت نگذاشتی همون پدر مادر ما برام دستگیری کنم فهمیدی؟ اینا بیا گوش کن وقتی اکم محکم کرد گوش کن وقتی زمین ما نگریفتم وقتی اکم محکم کردم پاسپورت ما را برای بپرس من هم عبدالخلیل های پاسپورت من هم ایوبوزم همین اصل جوی من یوبوزه هم یوبوزه تاش نگیم نه گوش کن من پاسپورت من تا حاضر دادم نوعیه قبودیان فهمیدی من دیگه نام و فامیلیا کرده تاجیکستان برمدم وقتی که شما نمیمونه که ما خدمت پدر و مادر بکنیم شما گناهگار حکومت اینا حوض قانون برمگه گوش کن تو صادقانه اگر تو کاوه تنجه ساعت گپ زدی مطرح گوش کردم بس من حکومت نموند که برام تاجیکستان من دیگه نام فامیلیا کردم رفتم خاموش بودم در راستی قفای زندگیم بدم دیدم که نمیشه میفهمی برای حکومت دیدم که نمیشه چی با ماچیتا میگه که دکمه نداره پرابلم کیه پرابلم حکومت دکمه نداره بیو من آماده همین منبر دا میگم لوبوی سوم دا من آمادم همون ماچیتا دکمه کنم یا خدم طاقه مردم قشلاق نه مد قریب 300 خوجگی هستم که مسجد نداره من آمادم والله بالله تعالی قسم یا خدم طاقه آمادم که پلی همون مسجد بتیم دکمنتش کنم چون نمیکنم دوری 80 سال همون مسجد بنا به دوری کمونیستا و مسجد محکم نکردن امروز در دموکرات شما آوردن مسجد ما رو محکم کردن تو میدونی خوب که گذری بالا در جای خوب تو خوب میدونی اگر ازیش بردار من برای همین مسجد برو اومدم برای اکم برو اومدم برای زمینم برو اومدم این هم چیزا رو حکومت بر بگردونه بعد من باید فکری دیگه میکنم گوش کن خشتیدی من گپ زنم اینا دهه گذاری بالا باراشیلف اینا خوف همش در یک دهه یک مسجد کلون بخدا یک مسجد کلون آدم نیست بیه مرحمت خوندن گیرن نماز همه برادر تو میگی که میسنی مسجد ما همه برادر بونی زندگی کرستی همجا یارو کس نه میسنی میگه نه کلون میگه هم چون برادر خود گوش که من گپ زنم نه من همین برای گفتی که مسجد بیای نماز خونه کو مسجد چختک میگن ما رفتیم من لیچنا هست این اونجا بچه‌ها که من نمیخوام نمازشون نگیرم که با نره پرابلمشون نکنه والله بالله تعالی قسمای رفتن در مسجد چختک رفتن نماز خوندن 500 سومونی اشترافشون کردن مسجدم بو محکم کردن مسجد دلاوی کتاریقه بنامی الله بچه‌ها رفتن نماز خوندن امامش 4,500 سومون اشتراف کردن نه اشتراف نکرد ما همجا بودم اشتراف نکرده قسم نخور اینا اگر دوملوش بیار بگیره قسم والله قسم کردی من اشتراف نکرده دیدم که با پگه بره شما او را ظلم بکنی والله نه دروغه اینا من بودم همجا من بودم اینا دربارش مسجد دوملو حکمت خونه همجا حکمت همه قزل قشکوپور گفته سودی قشکوپور میامین او قشکوپور میاد دربارش مسجد 300 متره 300 متر بنشت مسجد یک مسجد کلونای حجت داره آدم نیست مرحمت خونه مردم چخته که یا مردم قشکوپور میگن تو چخته من نمیدونم چخته که 300 خوجگی ای طلبو داره برای مسجد
خیلی ماچید خوله یخری مردن ماچیدی کلان خوله گذاری بولوده اینا غشکپرک ده ماچید خوله جو اودن اینا خود پرس اینا هم حلبی بوش پرس اینا یک روز نماز پیشینده بیا سیومکت کنه خیلی بینده اینا چیکار اودم های هزار اودم میبره ویا یک دهر یک ماچید بس yok 81 تا ماچید لوح قبادی اونده 81 تا ماچید چی میفوره دیگه سلام علیکم سبب چیه که مسجد ما رو محکم میکنه من هم چیزا نمیفهمم ما یگان اکستریمیست یور کردیم در مسجد تروریست نزدیک مسجد نزدیک چیکار میکنی یک دهر دو سه مسجد کده آدم نباشه اینا مسجد چی در کره نه ایرادی یک شخصی که دین اسلام همچون نماینده شای نعوذ بالله من چه حیران بشم برادر عزیز اگر ختم کردگی باشه دقیقه اگر مدرسه ختم کردگی باشی تا خدا بترس فهمیدی تا آدم عادی نیستی تا ملایی میدونی آدمی که عادی ای آدمی ملا ای آدم عادی در پیش خداوند سوال جوابش زیادتره برادر ایروش سیاه میکنه یگان ملا نیست یک دروغگو اینا من به او دفعه پیشگاه زدم من همو بگم که هم معشوقش والله دروغ نمیگم سبشنیاش هست یا معشوقش وقتی در استودنتیش هم معشوقش به من نویس که هم آدم هم خلکیه من یگان گپ ندارم برای که تو مقصد ملایی و نه کی کاری که کی خطا در پیش خداوند گناهگار نکنی فهمیدی این دنیا میگذره فهمیدی رحمانوف میره بگم من تو با وام میخریم درسته گپی دروغ نگه در مسجد تعلیم قرآن نیست در قشلاق ما تعلیم میدادن سه آدم بود بردنشون گفتن که اگر تعلیم داده ایدف میبره محکم تون میکنیم ما پروسه نمیخوام در اینجا نوماشون بگیرم که دوباره با حکومت برای محکم شون کنم بیا برادر الماس با برادر من رحمت الله سخن بتیم صحبت کنیم بله برادر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام با بینندگان امی سوال دمی اکا شما الحمدلله مسلمانی نه بله الحمدلله مسلمانیم وقتی که شما مسلمان باشین ما چند پیغمبر داریم مسلمان‌ها چند پیغمبر دارن تو هم با سر کدیم معلوم گیتا چند پیغمبر داری چند پیغمبر تو معلومی مالی نماینده دین با دست سوالا جواب بده چه نماینده دینی ما با خاطر شما را سوال دادم که ما همین چیزو قنا میفهمم میخوام که شما چیز بیاموزم سوال جواب دیگه ما چند پیغمبر داریم گرمانیا ده که جدا بیاموزم شده من در تو معلم نیستم تو در آموزم تو معلمی وقتی که انسان دین آموخت پس در کلاش فرضه که یک از دیگر درس بده پس تو قورت کندی در اوجه 4 سال رفتی تو فکر فقط همجا رفته فقط دزدی و غارت نمیدونم رحمان و فلسیدن آموختگی احمق والله هم خیلی آدما رو میبینم حتی شرم میدونم بگم شما یعنی نماینده دین اوز سرتی ولی اکا سوال ما جواب میتی اوز اکا سوال ما جواب میتی که سوال تا جواب نمیتیم مایلش خیلی امام علی چی کاره خیلی نه سوال جواب تکو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان های پیشوای معظم ملت های بس وقتی که یک علی که تاوت های او را سوالش جواب میتی وقتی که ما الحمدلله مسلمانیم کلمه لا اله الا الله را میگیم با کدام خاطر تی سوال جواب نمیتی وقتی میگم ما چند پیغمبر داریم جواب نمیتی تو ایمان داری ایمان دارم الحمدلله ایمان که داشته باشی برای چی جواب نمیتی نه خودت برای چی که من معلم تو جواب تیم تو بگم که یک سال 24000 پیغمبر است این قش مرسل اون بس معلم منه گوش کن معلم منه وقتی که چی وقتی درباره پیغمبر میگم جواب نمیتی درباره طاغوت امام علی التر میگم جواب میتی اینا ترام میدونه همه میدونه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان های با چی در من سوال میتی من میدونم من ترا سوال من جواب نمیتیم سوال من تو گوش که من همشهری من گپ زنم تو کش نه من قطعا میزنم همشهریت گپ نمیزنم من قطعا میزنم پیغمبر ما کیه اوش پیغمبر ما کیه کاری تو چه تو چی کار داری ایمان داری که گپ هم میگوی ایمان دارم تو کارت نباشه
ایمان نداری تا اگر از ما اینا بلوک یه امر میکنم چون که سزاوار برنامه ما نیست یا احمق میبرویا رنگی همون شرک وره میخواد شکمش دام کرده اگر راست میخواد مسته من در سوالش ما جواب نمیتونم پاشال نفیق از اون جواب نمیتونی یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین میسوگا پیغمبری که میسوگا او را یک امام التر بالا میدونه تغفیرالله این خدازاده خیلی بو میگه که تا مچید تا 18 اگر که ما وقتی فرزندی ما تا 18 ساله را مچید نروا او بعد کی میسوری گپ چی میشوه ایرای بعد میگه همه پروستا که خیلی برماده اینا همه خیلی بگوش که حاضی بخی پشتی قلعه برا حاضی بخی پشتی قلعه برا ما دو تا دیسکتیک داریم در نویه قبودیون در پشتی قلعه بروا حاضی بخدا قسم گوله که 15 ساله 14 ساله میوه بچرم دخترم اوزادن میگردن لبوی خیمه فوراشو میکنن اگر مسجد برای اگر با خداوند نزدیک باشی عمر یگون آدمی تو سیاون ساسه که برای میشه قدیفا برای نمیدونم کوی کیه انس بفرمایید صداش دوباره میاد علی جان بفرمایید علی جان صحبت کنین خوب نیستن دوملا بله صحبت کنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خیلی که پیغمبر ما رسول اکرم پیغمبر یا امام علی شید قبول کرد یگان چی گشت نیست یا ای دجال یا یکی اولادای دجالند یا یهودیو در گرانده بله بله درست یا خداوند خار و ذلیلشون این قدر آخر یا یگان در دین اسلام یگان دخالت ندارن یا فقط نمی بخرن بگردن بچرن بدزدن تمام حیفش که قدر قرآن خونده 4 سال این علیفه و مختلف بخاطری که و مختلف با خاطری امام علی را هم خوندگیش چی خوب برادر یک زنگ از تاجیکستان داریم بله بفرما سلام علیکم و علیکم السلام همو آلماز کو اکا همو آلماز شنیدی سمرا مشنوی آلماز براد سمتری روش که مرا سیموس همی تم میرو ویشنه میگه که مرا آتما خبیدیم زمین مرا ایخه کدیم بتیار مغزه بود دیگه فکر مرا دو آتما کشتگیم ما پردنالت امامالی را یو یاد دفعه بقاب یو بوکی نیخی اگر آکی ترا بکشه اگر سی چنمیا اگر آکی ترا موتیا زمین دام بتیار میرم بخار سو بود میکنه همی تم میگه آتما خبیدیم زمین مگیتیان آتما خبیدیم مرا دو آتما کشتگیم چی کنم برادر عزیز ما شما درست بفهمید من خواهش می‌کنم نه یه دقیقه بس برادر عزیز یه دقیقه شما من درست بفهمید نگاه کده وقتی که من میبرم ایبورای زمین اکم مسجد گپ میزنم من خواهش می‌کنم که این مردمم همون چی پرابلم داره برای بگه من این خیلی نیست که اگر رحمان فکای من اوکنه مسجد نبوده زمین نبوده من میگردم میرم چه پلوس میشم این دلالتی رو نمیکنم من طلب برای حکومت همین اوضاع چه و همین چیزا فهمیدی آلماز همون پردنالت حیوان تو اگر ما نکرده ایده بیتون پروش اما چه دیونه میشم که ما میگو آچمه را خبدگه نه آچمه را کشتگه اگر من گفتن ما آچمه زنده میشم میخواه همه کسی میره پردنالت مید دارونه همون ما اگر اینه تو همون یالو آیته تو برنامه لازم پالیسیون میره ادالت دیگه چیکار میکنه او هم اولی مرا همش بوده یا برادر داشتم نکنید برادر عزیز شما من درست بفهمید من اگر من خوی بکنن همین مسجد من زمین من بگردونن کم من بکشوین من ایران نمیگردم تو رحمان فنا برام گفتم برادر محمد اقبال در کرپیش نداره پروست من هدف من همینه که مردم بفهمه که کسی چی پرابلم داره برای بگه طلب کنه حکومت اگر خاموش بستی значит باشا کلمه خزمین من به خدا تیارم که پگایی بخزم برام همین فقط میگه که تیارم بیای بریم
والله بالله تالله قسمای من اومدم پگای سحر بخیزم ایجون برم کیا همو گارینی بیا جمع شین بریم من بیزار شدگیم به خدا هم گپ شنیدنم والله قسم من یکم اومدم همین اروپا تاجیکستان ندرویا ای بچه من تو اروپا رو اومدم کوچه برم شیفتم تو برگست وطن من نمیدونم سلام برادر سلام علیکم سلام علیکم اکا گوشت میکنیم اکا بفرمو سلامتیتون خوبه خوب الحمدلله میگم اکا همین فقط میگوین همین مناسبتی چیه تاجیکستان رو بعد میکنیم میگوین تاجیکستان خیلی بر پول ندارد با اولی کش کمای نکه اوز در همین شرایط حاضره میبینی همه چیزی در کار این تینجه دیده سینه چخی در فلسطین چخی جنگ برفته سای خیلی اوکراین و روسیه را نگوینا میشه نکه همه چی وضعیت حوض یک چه اثبات کرده سای که همه چیزی در کار این تینجه که خدا با شکر همه چیز در تاجیکستان ما هست این با شرافت سیاست برادرها خیلی صحبت کنین این خیلی آرام برادر عزیز همین تنجی رو روشنی بدوز همین تنجی چخه میشوه تنجی همه خیلی که تنجی همین در همه یک چی میبینم که من بمالو کار خود ما کده میتونم در همین تاجیکستان بمالو نمیترسم یکان چی تو میتونی که حاضی همجا بروی ازام بتی در همین قدی کوچایی همجا داخل بروی بو که الله اکبر ازام دودا میتونی حاضی ازون نه دم چیت میگن اکا کشی عدل نره این همین درنی همین جد ازون دودا میتونی اوکی ما کدام وقتی که نماز میخونم ازون میگم یکی در کوچه نماز نمیخونم که من ازون در کوچه گمو بله برادر قبول گپت قبول او این همیسوری گپ با تنجی همونی хорошо من میاد سوالت میتم برادر پیغمبرت کیه برات پیغمبر مونکه پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم قبول امیرا امام علی را دوست بسیار میداری یا که پیغمبر اون دوست بسیار میداری این سوال یگون معنی سوال ندارد همین سوال ترا ما جواب میتم گوش کن ما پیغمبر ای تمام شخصیت ای تمام فرزند مول ملکم بالا دوست میدارم بعد پدر مادر ما دوست میدارم گوش کن اتمار سوالی مرا نه اوز نه معنی دارد مقصد چیه من مقصد نفهمیده استم اکا اوز همین تو وطن دوستی برایل نه وطن دوستی ایمانداری هستیم انا برای همون گفته بگو کو این برادر صداش دوباره اومده است از مشکل قطعی صحبت کردن مثلا یه بار دوباره صدا رو میفهمیم دیگه صحبت کردن نمیشود خوب تلفن تا خوب کن بعد بیا سلام علیکم گوشت میکنیم برادر بفرما بله این نوبت بله صحبت کنم خوب فکرم نیست حکیمی بله سلام علیکم و علیکم السلام شما درستون میکنم خوب برادر همین برنامه تماشای سالی هم یک سا حیران شدم یک نام سوالای نفتان که کمتر بلند دتسکلی سوالای دادوسکتن که میشه دتسکلیه خای بیا خایت وزروسلیش بکن بیا ما دتسکی گابزنیم وزروسی گابزن بگو وزروس گوش کنید شما چیزی فایده که هم پروتفی سیاستی دولتداری مانا گنده میکنم ترا دولتداری مانه دولتداری شماره خود دولتداری значит دولتداری پاکستان چیکاره خودت وظیفه چیه من صاحب کار بعد دولت میشه من هم پاکستان زندگی کردم
ما هم توجیک دعوت خلاصم ما هم توجیکستانی ما یگان دیگه شهریه دیگه دولت‌های دیگه نیستیم. خوب سلامت باشه برادر الماس و برادر رحمت الله. ان شاء الله که من دوام صحبت با اینا محمد شما درست می یک چیز دیگه بعد میبرم من خارج میشم. همین گفتنیم با خلق شروبات التماس یگان وقت اگر بر اومدین اگر هیچ وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای پیشوا بالا نبونه. پیشوا رنگ ما و شما آدمه. او را نگاه که 4 سال تعلیم علمی گرفتگه قرآن خوندگه او میگه که ما هرچه برابر خیلی نیست در اینجا باقی در پناه الله خدا نگاه. سلامت باشه برادر رحمت الله. سلامت باشه. خوب ای کی از استرافشانیه ای کامناتات معلومه ای نوشنیکات معلومه صاحب کورو رو همش هم میدرونن در یک کامناتا گپ میزنی. همه استرافشان ما میدونم که استرافشان تا اگر نگوی که استرافشان ما میدونم که استرافشانی و همون خاطر یعنی که استرافشانی ها معلومن که جو گینده که جوان. خب استرافشانی یک کار کنه که همون کی با مرزاده بگوید که باید زیغو یعنی که با یک ویرگول دیگه با 4 تا زیغو اون نمود خلطه بگو دیگه شانس نداری گوساله سیوخرد بگو و گفت که وای شما تپلاقچه وای رفته چی کنید یعنی که چی میگن هم کابینت اساس کنید مرگ تو رئیسی شرکی یا اینترنت مردم تراست نمیکنیم یبراری گویا که حمایت کنن او کام نتاتونه ایواز کنه شکلی برامتونه ایواز کنه یا چشم نشان نتی برای داخل جواب شما که ما جو گام میزنیم داخل جواب داخل 4 تا 0 داخل جواب. خب برادر الماس یگان گپی گفتنی داشته باشی گوش میکنیم. نه همه برادرها بسیارش خفه میشن که من بسیاری بعد درباره این مسجد اکم زمین میگم. هدف من این نیست یعنی که هدفی امی یک گروه سیاسی میبرم همین یعنی طلب شما من خفه نشه که من فقط میبرم همین طلب اگر حکومت همین چیزا منو بتیام من فکر نکنه که میگردم میرم یگان محل پروست شما را برای همون پرابلم داره لبوی پرابلم داره چون همه برای گپ نمیزنی اگر یه آدم برای مشکلی شبگه شما میگه که تو اگر همون چیز اگر بتیا حکومت میگردی میره من نمیرم اگر تو امیر رحمانوف نبرین در کیرپیش نمونه من هدفم برای چی میگم من 500 پلیوس اگر رحمانوف بمره یا که نمیدونم بگریزه من نمیتونم رئیس جمهور شده تاجیکستان من میخوام رحمانوف بخپم پلای دزدیجگیش بیارم در مردم بتیم همون 4-5 ساله که من رئیس جمهور میشم. من شما دیده که خونه من چخله من اگه جو شما را 500 تومانی میتیم من هدف من اینه که رحمانوف بخپم بیارم پلای که دزدیدگی در خارج کشور بار بگردانم همون 4 سال یا که 5 ساله که من رئیس جمهورم همون پل من شما را میتیم ان شاء الله که خدا خواه میشوه یگان گپ انا که تقریبا توریش دیست الماس خدا خواه باید همین ملت همش باید که همین فکر داشته باشن تا اینکه الله سبحانه و تعالی ما شما رو موفق کنه. سلامت باشی برادر. سلام علیکم خدا نگهدار. خب قبول میکنیم بینندگان گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید 3087 لایکاتون رو گذارید تا اینکه سبب بیشتر شدن عدد بینندگان گردد. 200